یکی از سبب‌های باعث شدن من همین که حضرت عمر رضی الله عنه وقتی که در زمان خلافتشان گرسنگی، بحرانی گوشت، بحرانی طعام اومد، خیلی گوشت نکن، طعام آنها خودش گوشت بود. وقتی بحران اومد، مردم گرسنه بودن، در وقتی برآمدشان در جمعه شکمشان قرقر کرد از گرسنگی. بعد به سوی شکمشان نگاه کرد، گفتن که قرقر او لا تقرقر والله لا تشبع حتی یشبع اطفال المسلمین. خواه قرقر کنی خواه قرقر نکنی، قسم به نام الله سیر نمیشوی تا مادامی که فرزندان مسلمانان سیر نشود. سروری در دین ما خدمتگری است. سروری مردم، راهبری مردم، خدمتگاری مردم است. عبدالله ابن مبارک در حدیث روایت میکنن در کتاب جهاد، میگن که سید القوم خادمهم، از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکنن سید قوم، سروری قوم خدمتگاری خلق است. باید همین خیلی باشه. بنابراین اینا حضرت علی هم یعنی گفتن که این ایزار هم 5 درهم است، اگر اون کس 1 درهم تیاد میفروشم گفتن. حضرت عثمان رضی الله عنه گفتن که یکی از سبب‌های باعث شدن من همین که فایده آمد میفروختم گفتن. برای آن که گاه ها میشد که شما نرخ کلان مونده میشینید، بعد دویوم مراتب بار میدراید از خطای به نرخ ارزان میدراید، آدم ها الکی به نرخ ارزان میفروشن، شما میمونید دیگر ضرر میبینید. بنابراین فایده که آمد فروشید.